خب یه دونه ظرفشویی از برند بوش براتون آوردم، سری 4 قطعات آلمان منتاژ ترکیه. 2 رنگ هم داره، یه دونه رنگ سفیده و یه دونه رنگ استیله. این هم پنلشه که 3 طبقه 14 نفر است. 3 طبقه داره، یه طبقه پایینش که مخصوص ظرفای بزرگ و قابلمه و چیزاست، یه دونه ظرف کوچیک مخصوص قاشق چنگال اضافی داره داخلش. این هم طبقه دومشه و این هم طبقه سومشه که مخصوص قاشق چنگاله. 8 تا برنامه شستشو داره ظرفی، بعد برنامه هوشمند داره، یعنی بعد کفش هم استیل، کاملا استیله و قطعاتش هم آلمان منتاژ کشور ترکیه است. مدلش هم 46 MW 01B. تو 2 رنگ، قیمتش هم تو بازار حدوداً 22 میلیون تا 23 میلیون تومنه که قیمتش هم یه دونه ظرفشویی ایرانی کاملا ارزونتر در میاد. قطعاتش هم آلمانه، منتاژ فقط کشور ترکیه است.